سلام، سارا هستم. در ادامه 48 جعبه طلای مخفی شده هیتلر و کشف عجیب 10 تن طلا در لهستان رو می‌بینید. لطفاً با من همراه باشید. آدولف هیتلر از سال 1933 از زمان به قدرت رسیدنش تا 30 آوریل 1945 زمانی که تو پناهگاهش در برلین خودکشی کرد، رهبر یا همون دیکتاتور آلمان بود. حزب نازی تنها حزب سیاسی مجاز در آلمان به شمار می‌رفت. سیل اخیر تو آلمان باعث شد یکی از گنجینه‌های نازی‌ها رو بشه. تو این رویداد باور نکردنی صدها شی و سند محرمانه متعلق به نازی‌های آلمان، از جمله پورتری از چهره آدولف هیتلر پشت دیوار ساختمانی تو این کشور که بر اثر سیل آسیب دیده بود کشف شد. معلم تاریخ بعد از سیل در حال تمیز کردن خونه یکی از بستگان خودش در غرب شهر هاگن بود. این اشیای مخفی شده رو در پشت دیواری پیدا میکنه. این ساختمان قبلا مقر محلی سابق سازمان رفاه ملی ناسیونال سوسیالیستی در آلمان نازی بود. لازم به ذکر سال 2016 هم جستجوگران گنج تونستن 48 جعبه طلای پنهان شده هیتلر به ارزش نزدیک به 0.5 میلیارد پوند رو در کاخ لهستان که توسط نیروهای نازی اونجا پنهان شده بود رو کشف کنند. تیم باستانشناسی جستجوی خودشون رو در جنوب لهستان تو کاخی که متعلق به قرن 18 بود شروع کردن و تونستن 10 تن طلا و سایر ثروت‌ها تو این کاخو کشف کنن. این گنجینه اواخر جنگ جهانی دوم به دستور هیتلر برای تامین بودجه ارتش رایش چهارم به سرقت رفت. و یکی دیگه از گنجینه‌های نازی‌ها سال 2017 تو آرژانتین کشف شد. پلیس در سال 2017 مجموعه قابل توجهی از اشیا و متعلقات اعضای حزب نازی آلمان رو کشف کرد و این اشیا به هیتلر تعلق داره. در کنار جواهرات، اسلحه و یک نگاتیو عکس ذره‌بین هیتلر هم بود که اصالتش تایید شده. بعد از ورود آمریکایی‌ها به خاک آلمان تو مارس 1945 با افشای 2 زن فرانسوی از محل ذخایر طلای هیتلر، آمریکایی‌ها تونستن وارد معدنی بشن که در اون بیش از 250 میلیون دلار طلا وجود داشت. آلمانی‌ها به شدت ازش مراقبت می‌کردند و 2000 نفر برای رسیدن به این اتاق کشته شدند. اتاقی حدوداً 25 در 50 متر با ارتفاع 4 متر که بخش بزرگی از ثروت آلمان نازی رو تو خودش جا داده بود. تو این اتاق 8198 عدد شمش طلا کشف شد. البته خیلی ها معتقد هستند که مقدار قابل توجهی از گنج هیتلر و حزب نازی پیدا نشده و این گنج گم شده محدود به سکه و طلا نیست. سلاح‌های فوق سری و بسیار مرموز که در اختیار حزب نازی بود و شاید به همین دلیل باشه که بسیاری از مردم از کشف این اسلحه ها واهمه دارند. هیتلر در طول زندگی خودش هزاران نفر رو به قتل رسوند و در طول جنگ جهانی اول یک سرباز انگلیسی از گرفتن جان یک سرباز زخمی آلمانی چشم پوشی کرد و اون سرباز آلمانی هیتلر بود. هیتلر معتقد بود برای خانم‌ها خیلی جذاب به نظر میاد. به همین دلیل برای حفظ منافع سیاسی مجرد باقی موند. مردم آلمان بعد از تمام شدن جنگ از وجود همسرش مطلع شدند. اگر ویدیو رو دوست داشتید کانال راز ثروت رو سابسکرایب کنید و نظرتون رو برام تو کامنت بنویسید و فیلم رو برای دوستانتون شیر کنید.